سلام، ممنون آقای الهی. خوبین؟ ببینید به خدا بعضی وقتا از این موجود دو پا کارایی سر میزنه که آدم شرمش میاد پیش اینا. این زبون بسته رو تله نصب کردن سر آب، سر چشمه این تله ها رو نصب کردن تو این وانفسای گرمای هوا. یه عده هستن لایروبی چشمه ها میکنن، آبنبار آب میکنن، نظر طبیعت میکنن برای اینا، برای این زبون بسته ها. یه انسان نماهایی هستن که تله نصب میکنن، این تله هایی که گرگ از پا در میاره و این پای زبون بسته رو از مچ قطع کرده. این پاش، اینم مچش لای این تله اولی این مچ پاشه. نگاه به اینا چی میشه گفت؟ یعنی اینا خود مردم ببینن قضاوت کنن، بعد یک الان که دیگه اینجوری موقعیت پیش اومد به خانواده های خطاب بگم که گوشت اینا رو میخورن. آی عزیزان من، اون آقاتون، اون نمیدونم فامیلتون، اون کسی که گوشت اینا رو میاره بهتون میده اینجوری داره میاره. نخورین، به خدا نخورین. ببینید این حق حیات نداره، این رفته که آب بخوره، این شده سرنوشتش. حتی اگه زنده هم بمونه نصف پاش نیست، نصف پاش رفته تو تله.